در قدم نخست سلام خود را خدمت همه بینندگان و شنوندگان محترم رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی معارف تقدیم می کنم. امیدوارم که در هر جایی که هستین جور و صحتمند و سلامت باشین. موضوع برنامه ما در ارتباط ابتلا و امتحاناتی که از جانب الله سبحانه و تعالی انسان موردی از اون امتحانات قرار میگیره خالی از حکمت نیست، بلکه در این امتحانات البته حکمت ها و فوایدی است که انسان مؤمن مسلمان اون حکمت ها و فواید را بعضی اوقات نمیفهمه. الله متعال بندگان خود را امتحان میکنه، آزمایش میکنه. پیغمبران خود را امتحان کردن، آزمایش کردن. حضرت ایوب علیه السلام را به مرضهای گوناگون مبتلا میکنه که البته در مقابل مرضهایی که گرفتار میشه صبر میکنه تا اینکه الله سبحانه و تعالی صحتمندی و تندرستی را برشان نصیب میگردونه. حضرت یوسف علیه السلام را همانطور امتحانش میکنه تا اینکه حتی به داخل زندان قرار میگیره و مدت 7 سال را به داخل زندان سپری میکنه. بعد از او آبرومندانه از زندان آزاد میشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم امتحانات گوناگونی شدن. مثلا در غزوات، در غزوه ها، مثلا در غزوه احد پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که البته در این غزوه که در البته شکست میخوره اصحاب و ایران پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حتی دندان مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شهید میشه. بعدن پس دوباره الله متعال پیروزی و کامیابی را برشون نصیب میگردونه. در تمام امورات اگر ما ببینیم اصحاب یاران پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین طور زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه و پیغمبری مبعوث میشه چقدر آزار و اذیت مشرکین متوجه پیغمبر میشه. حتی کاکایشون ابولهب در سر کوه صفا زمانی که مردم را خواست براشون گفت که اگر ما بگویم که از عقب از این کوه لشکری یا گروهی برای شما حمله میکنه، حمله ور میشه و همه شما را از بین میبره، آیا شما این حرف مرا تصدیق میکنین؟ که همگی گفتم بله، به خاطری که ما تجربه دروغ گفتن از شما را نداریم. ما جربنا فیک کذبا، یعنی ما تجربه نداریم در ارتباط تو که دروغ گفته باشی. بنان یک کسی که دروغ نگفته باشه او دروغ نمیگه به خاطر به دروغ اجازت ندارن. بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که من شما را از آتش جهنم میترسانم. کاکایشون ابولهب ایستاد شد در مقابل پیغمبر گفت هلاکت باد، تبت لک یا محمد لهذا جمعتنا، هلاکت باد برای تو ای محمد، آیا تو به خاطر از این حرف ما را جمع کردی و ما را به زحمت ساختی؟ که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مورد شکنجه قرار میدن. یعنی همون طوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به طایف رفتن امیدوار بودن که دعوتش را بپذیرن، قبول بکنن، اما با سنگ و با چوب و با لط و کوب پیغمبر صلی الله علیه و سلم را استقبال کردن. وقتی که به طرف مکه حرکت میکنه در وسط راه میایه، ملائکه که معذف به کوه ها است میایه پیش پیغمبر میگه اگر اجازه میدی من این کوه ها را در بالای از یک قوم میکوبم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که نه خیر، ممکن که از این مردم از نسل از یا کسی پیدا شود که دین را بپذیره و قبول بکنه. یعنی این همه امتحاناتی است که الله متعال بندگان خود را امتحان میکنه. امتحان آزمایش الله سبحانه و تعالی در وقتی که بندگان خود را به یک بلا، به یک مصیبت اینها را دچار میکنه، مردم به 3 بخش تقسیم میشه. مردم در مقابل بلا و امتحان و آزمایشات پروردگار مردم به 3 دسته تقسیم میشه. یک دسته کسانی هستند که محروم من الخیر، اینها از همه خیر و از همه خوبی ها متاسفانه محروم میشن. یقابل البلاء، اینها در مقابل از این بلا و مصیبت و امتحانات استاد میشن، به یک نافرمانی میکنن، به یک در ارتباط الله متعال گمان بد میکنن و تقدیر خود را سرزنش میکنن که چقدر تقدیر ما خراب بوده،
به توهین و تحقیرشان به تقدیر است که چقدر سرنوشت ما خراب بوده، لعنت به این تقدیر، نمیفهمم این تقدیر چندان تقدیری نبوده، یا خداوند تنها ما را دیده و کسی دیگه را به این مصیبت دچار نمیکنه. یا یگان نفر مثلا کسایی هستن که او خداوند چه قسم است که تنها کلی مصیبت ها بالای من میایه، بالای دیگه مردم نمیایه. یعنی یک گروه مردمی هستن که متاسفانه به این ابتلا و امتحان پروردگار بی بهره میشن، از خیر محروم میشن، بلکه در مقابل بلا و مصیبت به نافرمانی پروردگار میپردازن، به این که ملامت تنها تقدیر را میدونن. دوم کسانی هستند که اینا موفق هستند، محروم نیستن، موفق هستن. یقابل البلاء بالصبر و حسن الظن بالله، در مقابل این مصیبت ها استاد میشن اما صبر میکنن و به الله گمان نیکو می داشته باشن. به الله گمان نیکو دارن که این مصیبت ها برای همیشه بالای ما نیست، بلکه این مصیبت ها موقتا است و برطرف میشه و این از ما دور میشه و از ما میرود. سوم راض یقابل البلاء بالرضا و شکر، سوم کسانی هستند که در مقابل بلا و مصیبت رضایت نشان میدن. بلا و مصیبتی که به سرشون آمده و از جانب پروردگار بوده، کسی در او دخیل نبوده، شخصی دخیل نبوده، بلای بوده که او دیگه فقط مرتبط و ارتباطش به الله سبحانه و تعالی بوده. در این بلا شخص رضامندی و رضایت خود را نشان میده. یا الله ما به مقدرات به فیصله هایی که تو در حق بندگانت میکنیم ما به این رضا هستیم و شکر تو یا الله شکر گزاری میکنیم. اگر یک نعمتی از ما گرفته میشه به داشتن نعمت دیگر شکرگزاری و سپاسگزاری نعمت های پروردگار را میکنیم. پس در مقابل امتحانات پروردگار، در مقابل بلاها مردم به سه دسته. یک کسایی بودن که محروم بودن، اینها حرفای درست میگن، گمان بد در ارتباط الله می داشته باشن. و دوم کسانی هستند که بلا را با صبر و با گمان نیکو داشتن در ارتباط الله این را استقبال میکنن. و سوم کسایی هستند که اینا راضی هست، رضایت، بلکه شکرگزاری میکنن. یعنی گروه دوم و سوم موفق هستند، اما گروه اول از همه خیر و از همه خوبی ها محروم میشن. انواع بلا یا ابتلا و آزمایش به دو بخش، یا ابتلا و آزمایش و امتحانات به دو قسم هستند. یک ابتلا و آزمایشی است که در کارهایی که انسان دوست نداره، شر است، شر در او مورد امتحان قرار میگیره انسان، که این نوع امتحانی که انسان دوست نداره و او را بد میبینه، باز هم در این امتحان البته مورد امتحان قرار میگیره، که او عبارت است از این که اول ابتلا به فقد عزیزی، یکی از عزیزان خود را از دست میدهد، مثلا مانند پدر، مادر، اولاد، برادر، خواهر خود را از دست میدهد. یک ابتلا و امتحانی است. یعنی کسی دوست نداره که مادرش وفات بکنه، کسی دوست نداره پدرش وفات بکنه، کسی دوست نداره که اولادش وفات بکنه و کسی دوست نداره که هیچ یک از اقاربی از او وفات بکنه. این ابتلا به شر است. یعنی ابتلا به این است که انسان دوست نداره، خوشش نمیایه، اما مورد امتحان انسان قرار میگیره. دوم یکی از اعضای خود را از دست میدهد، مانند چشم خود را از دست میدهد، دست خود را، پای خود را، یک گرده خود را از دست میدهد، از بین میرود. ده صبر میکنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که شخصی را که من محبوبی از او را از او بگیرم، یعنی چشمای از او را از او بگیرم، او صبر بکنه، میوازی از او بهشت برش نصیب میگردانم. یا هر عضو اعضای بدن انسان گرفته میشه. یعنی کسی دوست نداره که حتی یک عضوی از اعضای بدنش درد بکنه، چی جایی که او چشم نداشته باشه، گوش شنوا نداشته باشه، یا دستی گیران نداشته باشه، پای روان نداشته باشه.
یعنی یک ابتلا و یک آزمایشی است از جانب الله سبحانه تعالی. و سوم مبتلا به مرض است. یک کسی به مریضی مبتلا میشه، مریض میشه، سالهای سال تداوی میکنه، مشکل مثلا قلبی داره، مشکل شکر داره، فشار بالا داره، گردیش درد میکنه، میدیش درد میکنه، یعنی انواعی از امراض ره که بسیار از خواهرای ما، برادرای ما در این برنامه سوال میکنن که استاد ما روزه میگیریم، نماز میخوانیم، زکات میتیم، با وجود از او هم مریض میباشیم. اکثر ما مریض است. پس ما دانستیم که این مریضی به خاطر بدبخت بودن انسان نیست، بلکه یک ابتلا و امتحان الله سبحانه و تعالی است که تو آدم درست هستی، آدم نیکو و خوب هستی، باز هم به این مصیبت ها دچار میشی، باز هم مورد امتحان قرار میگیری. اشد البلای الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یعنی سختترین امتحانات متوجه پیغمبران بوده که اونها امتحاناتشان خیلی سخت بوده و بعد از او هر کس که راه روش از اونها را، پیغمبران را، اصحاب یاران پیغمبر را تعقیب بکنن، همچنان مورد امتحان قرار میگیره و امتحانشان خیلی سخت است. هر کس مطابق اما ایمانش مورد امتحان قرار میگیره. به هر اندازه که ایمان یک کس قوی باشه، به ما اندازه امتحانش هم خیلی سخت است. مبتلا شدن به مرض، به مریضی های گوناگون، یک امتحان پروردگار است و این به خاطر بدبختی یک انسان نیست که یک انسان وقت مریض شده حتما انسان بدبخت بوده، یعنی به خاطر بدبختیش نیست، بلکه به خاطر یک امتحانی الله سبحانه و تعالی است که بندگان خود را امتحان میکنه که در این امتحان کی کامیاب میشه و کی ناکام میشه. و چهارم مبتلا به در ارتباط دین یک کسی مورد امتحان پروردگار قرار میگیره. در ارتباط دین، یعنی دین که یک انسان دینداری خیلی سخت است، به خاطر دین یک انسان بسیار مشکلاتایی را متحمل میشه، به خاطر دیندار بودنش، به خاطر که به سنت های پیغمبر عمل میکنه، بعضی اوقات مورد توهین تحقیر قرار میگیره، این مورد امتحان قرار میگیره. تو اختیارت که مثلا یا حتی نماز میخونی، نماز بخونی به یک مشکل مواجه میشی، نماز بخونی، یعنی اینجا تو نماز میخونی یا یکی نمیخونی، اختیارت. اگر نماز خواندی از وظیفه اخراج میشی. بنابراین اینجا یک امتحان است، یعنی سختترین مراحل امتحان در ارتباط دین است که یک انسان در ارتباط دین خود، در ارتباط دینش مورد امتحان قرار بگیره که زمانی میرسه که همه دینداری مانند قوقی آتش است، یا که به دستت میگیری که دستت میسوزونه یا رهایش میکنی و دینداری را ترک میکنی. پس یعنی بزرگترین و سختترین حالت امتحان همانا امتحان در راه دین و دینداری است. پنجم ابتلا به سیئات و معاصی هست، یعنی ابتلا به این که زمینه براتون مساعد میشه که شما مرتکب اشتباه شوین، گناه شوین، یعنی زمینش براتون مساعد است. یعنی این یک امتحان پروردگار است که توی کاروی کنی یا خیر. سیئات و معصیت و گناه ها هر چی که شما انجام بتین، هیچ موانعی پیش رویتون نیست که شما این کار انجام میدین، هیچ ممانعتی وجود نداره. یعنی خودش یک امتحان است که آیا تو دی صبر میکنی، حرام نمیخوری، گناه مرتکب نمیشی، صبر و حوصله و تحمل میکنی، یا یکی بی‌باکنون انجام میدی. یعنی یک نوع امتحان است. یعنی 5 نکته را که خدمتتون عرض کردم، این مواردی بود که ابتلا و امتحان در شر، کارهایی که انسان دوست نداره اما در این ارتباط مورد امتحان قرار میگیره. دوم، ابتلا و امتحان به خیر است، در کارهای خیر مورد امتحان قرار میگیره، مانند امتحان به ثروت و سرمایه هست. ثروت و سرمایه هر کس دوست داره، کلی پیسه را دوست داره. الله سبحانه تعالی برای تو پول و پیسه را در اختیار قرار میده که تو مثلا در ارتباط از این پول و ثروت و سرمایه چی کار میکنی؟ یک ابتلا. مال فتنه است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ما در ارتباط امت خود نمیترسم که اینا کافر شوند،
مگر از یک چیز میترسم، از اینکه حبکم الدنیا و کراهیتکم الموت. یعنی شما دنیا و دنیاداری را، پول و ثروت و سرمایه را دوست داشته باشین و مرگ را بد ببینین. یعنی این دو چیز، مردن را بد دیدن، دوست نداشتن مرگ و مردن و تمام وسایل و اسباب را مصرف کردن به اینکه انسان نموره. و دیگه ای که حبکم الدنیا و دوست داشتن شما دنیا را که از حدش بیشتر، همانطوری که کسانی که پیش از شما بودن دنیا را فقط خانه ابدی خود فکر کردن و آخرت خود را خراب ساختن. یعنی از این پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که من از این میترسم که حبکم الدنیا و کراهیتکم الموت، دنیا را بسیار دوست بگیرین، دوست داشته باشین و آخرت را فراموش بکنین و مرگ و مردن را فراموش بکنین. این دروازه همه بدبختی ها را برای شما باز میکنه. دوم، ابتلا به زینت و زیبایی دنیا، ثروت و سرمایه دنیا انسان را از یاد خداوند غافل میسازه. این هم یک ابتلا و امتحان پروردگار است. زین للناس حب الشهوات من النساء، و همچنان مزین و زیبا شده برای انسان پیروی کردن از خواهشات، البته دوست داشتن زنها، فرزند، دیگه دوست داشتن شتر و اسبها و همچنان زغایر، پول، ثروت، سرمایه. یعنی این بر انسان مزین و زیبا جلوه داده شده. والله عنده حسن المآب. اما متوجه باشین که این بهترین پاداش به نزد کی است؟ الله سبحانه و تعالی است. سوم، امتحان به حب الریاسه، امتحان به این که یک جایگاه و یک مقامی را الله سبحانه و تعالی برای تو عطا میکنه، در یک پستی، در یک مقامی قرار میگیری. این هم مورد امتحان پروردگار که آیا تو با زیر دستان خود رویت خوب است، خوب رویه میکنی، یا مانند یک دیکتاتور، یک ظالم در حقشون ظلم میکنی. آیا حق را به حقدار میرسانی یا حق مردم را میخوری؟ آیا در ارتباط صلاحیت وظیفویت اخلاص داری یا نه؟ یک امتحان بزرگ است که انسان در اگر موفق شوه، انشالله که مسئولیت هایی را که داره به صورت درستش انجام بده، انسان موفق است. حکمت از این امتحانات چی است؟ یعنی امتحاناتی که الله متعالی که انسان میگیره، این امتحانات یعنی حکمت و فواید از حکمتها و آزمایش های الهی، یعنی چی فایده داره و چه حکمت داره. یکی از حکمت های ابتلا و امتحان و آزمایش الله سبحانه و تعالی تصفیه و پاکسازی صفحه ها است، تا انسانهای مومن مخلص از ناخالص جدا شود. کسانی که واقعا اونها مخلص هستند، مومن صادق هستند، اونها از کسانی که منافق هستند، ظاهرا مومن و مسلمان اما در باطن به اسلام عقیده و باور ندارند، تا اونها را از این مومن ها و مسلمان های خالص مخلص جدا بسازه. یک. دوم، تربیت گروه مسلمان ها را چنین تربیت بکنه، خصوصا دعوتگران راه اسلام را، که در جریان دعوت انسانی داعی و دعوتگر با مشکلات های خیلی گوناگون روبرو میشه و باید انسان در مشکلات هایی که به او روبرو میشه صبر بکنه، صبر و حوصله داشته باشه، که داعی و دعوتگر خصوصا در مقابل آزار و اذیت مردم صبر بکنه، که الله متعال در سوره مبارکه والعصر میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی قسم به زمانه، یقینا انسان ها در زیانند، الا الذين آمنوا، مگر کسانی که ایمان آوردند، و عمل الصالحات، عمل شایسته و نیک انجام دادند، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، مردم را یکدیگری را به حق توصیه کردند و یکدیگری را از یعنی به حق توصیه کردن و یکدیگری را به ای که به مشکلات و سختی های که دچار میشن، اینها را به صبر
توصیه کرده که اینها باید صبر بکنن، صبر و شکیبایی را به خود اختیار بکنن. سوم، پرده برداشتن از راز دلها. الله سبحانه و تعالی از راز دل همه بشریت و همه بندگانش آگاه است و میفهمه. چیزی که حتی در ذهن ما و شما خطور نمیکنه که ایره ما در آینده انجام میتیم یا نمیتیم، الله سبحانه و تعالی ایره میدونه و ایره میفهمه. اما الله متعال از طریق از این ابتلا و امتحان میخواه که ضمیر و اهداف یک شخص را به دیگرها هم بفهمونه، دیگرها هم بفهمن، آگاه شوند. چهارم، بالا رفتن درجات نزد الله سبحانه و تعالی. انسان با این ابتلا و آزمایشی که از جانب الله متعال قرار میگیره مقام مرتبهش بالا میروه. یعنی در این ابتلا و امتحان پروردگار اگر موفق میشه و کامیاب میشه، جایگاه و مقام مرتبه ازی خیلی بلند میروه و همچنان باعث محو کفاره گناه ها میشه، باعث کفاره گناهان میشه. شخص مؤمن و مسلمان وقتی که به ابتلا و امتحان پروردگار قرار میگیره و حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماید حتی یک خاری که به کف پای یک کسی میخله، خلیده میشه و میخله، صبر بکنه مگر اینکه الله سبحانه و تعالی یعنی سبب کفاره گناه های از او قرار میده. حتی شوکت و حتی یک خاری که به پای یک کسی میخله و او را آزار و اذیت میکنه مگر اینکه الله سبحانه و تعالی توسط از او خار گناه های از این شخص میبخشه و مورد عفو بخش خود قرار میده. دیگه از جمله فواید و حکمت های آزمایشی است که امتحان پروردگاری است که رفع درجه و المنزلت فی الاخره، مقام مرتبه انسان در آخرت بالا می روه. هر کس در دنیا به هر اندازه‌ای که با مشکلات های گوناگون مواجه شده با ما اندازه مقام مرتبهش در روز قیامت هم بالا می روه. یعنی الله متعال بعضی انسان ها را یک مقامی را در روز قیامت برش تعیین کرده که باید با اعمال نیک به او برسه، اما او نمیتونه که به اعمال نیک به اونجا برسه. بعد ایره الله متعال به امتحانات دیگی ایره قرار میده که توسط از او امتحانات و او امتحان پروردگار با او جایگاه و او مقامی که برش در نظر گرفته شده به اونجا میرسه. و ششم، تقوی صلة العبد بربه و همچنان از دیگر اسباب و از جمله فواید ابتلا و امتحان و آزمایش این است که یک وسیله است که انسان توسط از او با پروردگار خود نزدیک میشه. وقتی برنامه به خاتمه رسیده، تا برنامه بعدی که انشاءالله در خدمت شما قرار میگیرم، همه شما را به الله کریم رحیم میسپارم. سلام علیکم و رحمت الله.